بچه ها سلام. بچه ها امروز هم خیلی خوب شد، خدا شاده. یا بیه بچه ها رأی بدیم بگیم هر 6 تاشون با رئیس جمهور باشه، یا این اصلا 4 ساله همین مناظره باشه. بچه ها فکرش بکنید. یکیشو قرار شده ماشین خارجی به اون بده، ماشین خارجی دیگه اتوبان سوار میشه، فوش خودش دند عوض بکنه. میریم کجا؟ در خونه اون یکیه. اون یکی قرار شده کارت رفاهی بده، کارت رفاهی خودمونه میگیریم آقا، پولا توشه. میریم آقا اشغال، بعد میریم کجا؟ میریم استخر قرار شد بسازه، همه با هم میریم و آقا میریم تو استخر. چه استخرای خدا شاهده. استخر در اومدیم بچه‌ها، میریم کجا؟ میریم خونه گوش نمونه چی داریم چی نداریم در زدن. آقا کیه؟ رئیس جمهور گوش فرستاده. گوش تا میگیریم بچه‌ها، سیخ میکشیم میزنیم و بعد اشغال. و بعد حالا چیکار کنیم؟ یه دفعه یادم طلای یارانه، طلا داریم. بعد میریم طلا میفروشیم و بچه‌ها میریم فقط اشغال. چی